او مادر هست مهربان، همکس و همکار هست بسیار عاقل و دانا. از همه مهم آموزگار هست با تجربه، دانا، ذکی و حلیم. از همه مهمتر او فرد هست که در آزمون جمهوری فروغ صبح دانای کتاب است، سزاوار مقام دوم را کسب کرده است. جالبتر از همه او همکسب ما است و در اداره روزنامه ختلان کار میکند و همزمان آموزگار دوست داشته دانشگاه دولتی باختر به نام ناصر خسرو است. بله، البته ما اطراف معلمه عزیز ریحانه رحمت و صحبت میکنیم که وقتی به دانشگاه دولتی باختر وارد میشویم یا به اداره روزنامه ختلان همگی از احترام، محبت و صمیمیت ایشان حرف میزنند. امروز ما اطراف به دست آوردن غالبیت ایشان در آزمون جمهوری فروغ صبح دانای کتاب است. قصه خواهیم کرد، یک صحبت جالب هم خواهیم داشت. سر اول معلم عزیز شما رو به برنامه در مهمانی روزنامه ختلان خیر مقدم میگویم و از نام اهل ایجاد، از نام اون نفرانی که این لحظه با شما رو در این اکران میبینند به خاطر به دست آوردن این موفقیت تبریک میگیم. تشکر زیاد. و بیاید من در نخستین آغاز صحبت از اون احساس، از اون لحظاتی که شما پای بردید که غالب آزمون هستید قصه. اولا باید گفت که واقعا اشتراک در آزمون یک شکوه دارد، یک احساس گوارا دارد. و وقتی ما به دور جمهوری راه خط گرفتیم و مرحله برآمد کردن در دور نهایی فرا رسید، خب هیجان بود، اما اونقدر هیجانی شدید هم نه، چون ما که با اصلا طبیعتا آموزگار هستیم، با خب نفران زیاد سر کار میگیریم، یک آرامش داشتیم و وقتی که برآمد کردیم خب برداشت اعضای حکمان از نگاشته های ما بیشتر مثبت بود و این علاقه در دل ما احساس به وجود آورد که یعنی ما امکان غالب آمدن داریم. بیننده عزیز، باید ما قید بکنیم که معلم عزیز از روی نامیناسیون ایجاد نصر در این آزمون سزاوار مقام دوم را کسب کردن در بین کارمندان تشکیلات اداره‌های گوناگون هم کرد. معلم در خوبت چی بود نبود بدن نفرایی که شما در حراس بودید که شاید آنها از شما بیشتر خوبتر بیشتر وای باشد؟ راستی از سبب آن که برای ما فرصت تنگ بود و امکانیت نبود که ما برآمدی همه اشتراکچیان دور جمهوری تماشا کنیم و بها دهیم که کی برتر است و کی نه. خب ما برآمد کرده برگشتیم و شهر باختر، اما هیچگاه در دلم این احساس نبود که خب نوشته ما در کدام سطح از نفران دیگر در کدام سطح. مهم این که ما با نوشته های خود باور داشتیم. فروغ صبح دانایی رقابت سالم تشکیل میکنه و اون نفری در اون آزمون غالب میباید که ایجادش، سوادش، عقلش و اون فهمیش و درکش نسبت به دیگر اشتراکچی بیشتر است. شما که سالی نخست اشتراک کردید، همین روند آزمون از اول تا به دور نهایی دیدید و چگونه بها میدهید؟ اصلا اگر خب از خاتمه سوال اگر سر کنیم، یعنی مناسبت اعضای حکمان، این مناسبت اعضای حکمان همیشه در دایره طلبات و معیارهای مقرر نموده متصدیان آزمون بود و آنها هم دائم به موادهای تعریف شده سوال ها میدادن و هم سوال های بود که نظریوی، برای اینکه شخصی که به ایجاد سر و کار دارد خب باید حتما دانش‌های نظریوی مستحکم ساحه را هم داشته باشد. از نظریه ادبیات باید آگاهی داشته باشد، یعنی تفاوت ژانرها را داند. مثلا اگر وقتی که حکایه می‌نویسد، حکایه را از پویست تفاوتش را داند، پویست از رمان چه تفاوت دارد، یا اینکه ویژگی ژانر دراما در چه است، اینها را دانستن ضرور است که این گونه سوال‌ها هم بدن. اما بیشتر سوال‌های حکمان متمرکز گردانده شده اطراف خود ماهیت ایجادی داوطلب، یعنی در کدام سطح نوشته شده است. و در دور جمهوری هم بسیار توجه جدی داشتن اعضای حکمان به طرز سخنرانی داوطلبان که آیا زبان ادبی را رعایت میکنن یا نه، و در نوشته هایشون آیا از گویش ها استفاده بردن یا نه. خب گرچنده که خب این تاکید آنها جای هم داشت، و زیرا گرچنده که گویش ها و لهجه ها یک جزئی زبان ادبی است، زبان به گویش و لهجه وجود داشته نمیتواند، و اما در نوشته ها مقصد نوشته هایی که در ادبیات جای میگیرن و مقام پیدا میکنن باید همون گویش های جایگزین گردن که
آنها هم به معیار ادبی مطابقت کرده توانند، یعنی زیاد کوچگی و داخل و یا ژارگون ها نباشند و این تاکیدشون واقعا قابل دستگیری بود و اصلا نفر ایجادکار باید زبانش، فصاحت زبانش، بلاغتش حتما باید از یک نفر عادی دیگر فرق کرده ایستد. چی شما رو وادار کرد که محض دلباخته اون شدید که در آزمون فروغ بدون کتاب اشتراک میکنید؟ آموزگار ایجادکار نبودن نمیتواند، باید آموزگار نویسنده هم نباشد، طبع ایجادکاری داشته باشد. اما که اصلا خب هم در دانشگاه دست میدیم، زیاد با دانشجویان سر کار میگیریم، هم برداشت های اجتماعی حتی ما میبینیم هم برداشت ها رو شخص ایجادکار فقط با نوشتن خب بروز میده، ظاهر میکنه. بله. و دوم اینکه در روزنامه ختلان که این کارگاه ایجادی من است، وقت بیشتر موادهای نوشته ما در روزنامه روی چاپ اومدن و این باعث گشت که ما با نوشتن نوشته های ما زیادتر شد. بعداً با توصیه همکاران، اصلا آموزگاران از دانشگاه همکسبانم بسیار ما را تشویق کردن که بیاید در همین آزمون قلم سنجی کنیم میان دیگر و همین طور ما با همین آزمون چی کردیم؟ اشتراک کردیم. اولین همون وایایی که در همین شکلی در همین طلبات نظامنامه آزمون ایجاد کرده چی بود و قهرمان از جو پیدا کرده؟ یکم خب ایجاد من که خاص برای آزمون تالیف کرده بود این پوست بود، پوست با نام 70 روزی دور از وطن که این خب ما تابستون در تعطیل یک سفر کوتاه داشتیم به خارج از کشور و همون خاطره های سفر، برداشت های سفر را در شکل یک پوست جمع‌آوری کرده ایم، مخصوصا برای خب گرچنده که این یک الهام اومد، یک ضرورتی روحی میگن که همون چیز بنویسن تلقین شدن، اما محصول همون رو همچون پوست برای آزمون پیشنهاد کردم که برداشت خوب داشتن و این خب بچه خاطر که ماهیت آن چرا در بر میگیرد که واقعا هیچ گوشه دنیا به وطن برابر نمیشود. اگر در یاد داشته باشید سرور کشور در یک از برآمدهاشون گفته بودن که یگان گوشه دنیا به تاجیکستان برابر نمیشود، یعنی هیچ جا به وطن نمیرسوند. واقعا وقتی آدم تجربه میکند بعد درک میکند که هیچ گوشه کنار عالم به وطن مخصوصا به تاجیکستان برابر نمیشه. همین خاطره های سفر ما جمع‌آوری کردیم که یک چیز خوب برآمد. بزرگ میگه که در وطن نیست غریب که کند یادی وطن، در وطن بوده به یادی وطن به وطن است. البته وطن یک جایگاه مقدس است، مخصوصا تاجیکستان ما ناتکرار است که به فکر من دیگر به مثل تاجیکستان سرزمین وطن دیگر پیدا نمی شود. بیاید اطراف اون زحمت ها، اطراف اون کارهایی که شما انجام داده تا به دور نهایی، البته هیچ یک پاداش به زحمت نمی شود و از اون لحظات شیرینی خسته ناپذیر خود نقل کنید. گرچنده که عادتا یگان کار به دشواری نمی شود، اما برای شخص ایجادکار ایجاد کردن خسته کننده نیست، برعکس قوت می بخشد، انرژی می دهد، روحیه می بخشد و من یاد ندارم که از اون موادی که تالیف کردم یگان خستگی احساس کرده باشم. برعکس بعد که به اتمام میرسوندم بارها گشته میخوندم و خودم از نظر خواننده خودم در جای خواننده خودم رو گذاشته بها میدادم که اگر خواننده همین نوشته من مطالعه کند چگونه بها میدهد و ما در این تالیفات کوشش کردیم که یک ذره هم باشد وقتی خواننده اگر همون خواند اساس خواننده گردد، اگر یعنی هویت ملیش بیدار گردد، حس خودشناسی داشته باشد و مقصد ادبیات هم همین چیز است، تاثیر رسانیدن به روحیه خواننده، یعنی انسان سازی و ما کوشش کردیم که همین چیز در ذره هم باشه در تالیفات ما رعایت کرده شود. شما معلمه اونچنان از ایجاد خود کیسه کردید که الکی دلی بیننده روزنامه ختلان میخواهد بداند که شما چی دستاورد داشتید، چی ایجاد قلم داشتید در این آزمون، چی ها رو پیشنهاد کردید؟ در این آزمون اصلا موافق نظامنامه خب حتما اسه است، 5 تا اسه، 3 تا افسانه، یک پوست، یک دراما و باز نگاشته های دیگر که در خود طنز دارن، یعنی کمدی های اجتماعی که در پرده طنز ایجاد شدن. زیاده از 35 یا 40 مواد بود پیشنهاد کردیم که خب و از برداشت اعضای حکمان من در قلبم خوشحالم و چون که برداشتشون خوب بود، در زبان ایراد نگرفتن، با زبان خوب گفتن و همچنین یک تاکید آنها برام خوشایند بود که در نگاشته های شما گفتن خب نثر پسیکولوژی یعنی نثر اندیشه پیش گرفته شده است که امروز این ادبیات ما به این چیز احتیاج دارد. بله.
و فکر میکنم باید هر یک نفری که میخواهد در این آزمون شرکت کند همین نقطه را در ذهن خود قید کند که در خیال سرکش من واژه تسلیم نیست. هر کسی که این نقطه را به فکر من در خود هضم میکند، قبول میکند، البته غالب میشود. همینطور؟ البته بیاید معلومه کمتر درباره کوتاه، البته پویست یک موضوع کلان است برای وی کردن، ولی شما مختصر همون یک پویستی که برای آزمون پیشنهاد کردید برای ما قصه کنید که از چی عبارت بود قهرمان که به چگونه صورت شد ایجاد شد. پویست مفصل‌تر است، وسیع‌تر است و از چند لحظه عبارت است که با نام‌های علاوه این تصویر لحظه‌های گوناگون است، آشنایی با چهره‌های گوناگون و تصویر بعض لحظه‌های زندگی شخصیت‌های علاوه هست و مقدمش از اونجا شروع می‌شد که پرواز در هواپیما، همون برابری که ما از زمین بلند می‌شدیم، هواپیما از زمین بلند می‌شد، یعنی چه احساسی بود. این هم اولین احساسی بود که ما به کشور دیگر سفر داریم، اولین احساس دور از وطن بودن و یک مقدمه پسیخولوژی تخیلی بود. قسمت اولی پویست اصلا یک احساسی است که ما از وطن دور شدیم به وطن دیگر و سرزمین دیگر فرود آمدیم و چی احساس بود. و اینجا من گفتم که وقتی انسان در وطن خود قدم میزنه در فکر آن نیست که دیگران خود دربارش چی فکر دارند و با چی نگاه سویش می‌نگرند، اما در وطن بیگانه این طور نیست. گرمی سردی نگاه‌ها را احساس می‌کردم و در قلبم احساس پیدا می‌شد که اینجا وطن من نیست و من در اینجا بیگانه هم. برابر قدم نخستین گذاشتن همین احساس واقعا در قلبم بود. بعدا یک لحظه عجیبی بود وقتی که ما به یک مغازه در اومدیم برای خریداری کردن لباس‌های گرمتر. اونجا الکی فضا کمتر سردتر بود، گرچه تابستون هم باشه هوای بارانی زیاد دارد کشور روسیه. بعد به ما گفتن که یک مغازه است که مغازه است که در اونجا تاجیکان سودا میکنن. ما وقت به همونجا در اومدیم و من دیدم واقعا که مردم تاجیک رو از چهرهش الکی عیان است که تاجیک است. چهره ما که طبعا مردم کوهستان هستیم. بله. بعد وقتی ما لباس رو خریداری کردیم به نزد خزینه اومدیم، او شناخت درک کرد که ما تاجیک، برای که ما سیمای تاجیکانه لباس تاجیکانه داشتم، لیکن بازم با اصرار روسی حرف میزد و من نمیدونم از سر خودخواهی بود یا چی که منم اصرار میکردم که چیزی نمیفهمم، یعنی او تاجیک است باید حتما با زبان تاجیکی جواب دهد و بالاخره مجبور شد کمتر عصبی نما شده با تاجیکی جواب داد. وقتی با تاجیکی جواب داد منم کارت پیشنهاد کردم که مرحمت مبلغ رو از کارت گیرید. بعدن گرچه که در دلم احساس میکردم که رفتار عاقلانه نیست، اما همین یک حس خودخواهی نمید، یک غرور ملی بود در قلبم که باید وقتی ما هموطن رو میبینیم با زبانی ملی خودمون حرف زنیم. وقتی از مغازه بیرون میشتم بعد با خود خندیده گفتم که زوشاران عالم هر کی را دیدم غم دارد، دلا دیوانه شب دیوانگی هم عالم دارد. این یکی از جزئیاتی همان پویست بود. ایجادیات شما را الکی هر یک بیننده میخواهد که مطالعه کنند، از کجا دسترس کنند، از کجا بخوانند، چگونه به دست بیارن اون ایجاد اون قلم سبز سازنده شما. خب گرچه ما هنوز به پای خب نویسندگی حالا نرسیده باشیم، هم اون موضوع تا امروز تالیف نمودیم. خب با دستگیری اداره روزنامه خطلان در مرحله چاپ قرار دارد که من مینداری خود را به سرمحرر نشریه استاد ناصر جان مامورزاده بیان میکنم و اگر کتاب ما که به چاپ رسید خوانندگان میتوانند که از آن مخصوصا نگاشته های پوبلیسیستی ما رو و اون نگاشته هایی که طنز دارند و کمبودی جامعه رو معرفی میکنند، کمبودی جامعه رو نشان میدهند در خب رشته در قالب طنز و چی حجی پوبلیسیستی، میتوانند از همون کتاب دسترس کنند و مطالعه. طریق شبکه‌های اجتماعی، طریق تلویزیون و رادیو میدونیم که شما سزاوار مقام دوم و 25,000 سومانی گردیدید. آزمون فروغ صبحی دانای کتاب است، با جز 25,000 سومانی باز برای شما چی دار؟ البته گرفتن توفیق شایند است در همه حالت. خب انا اون احساسی که من از اشتراک در مراحل گوناگون آزمون به دست آوردم، تصویر کردنش در یک لحظه غیر امکان، یک احساس شایند، گوارا، اعتراف، اعتماد اطرافیان، خب پذیرفتن آنها، این برای من مهمتر از همه چیز بود. چی راه‌ها را باید استفاده کند بیننده برنامه در مهمانی روزنامه خطلان که میل به کتابخوانی کند، شوق کتابخوانیش پیدا شود؟ چی کارهایی باید انجام کرد
کدام راه ها را استفاده کرد که ما همین وجود خود برای خواندن علم آموختن صرف کنیم؟ خب اولا اینکه انسان باید خود وقتی که به آموزش مایل دارد، مهم نیست که در کدام ساحه، حتما ذوق مطالعه پیدا میشه. وقتی ذوق مطالعه که پیدا شد، حتما انسان خودش جستجو میکند، هم اثرهای لازمه رو مییابد برای مطالعه خود و برای اشتراک کردن در آزمون فروغ سبتانهای کتاب است. هر نفری که اندک لایق ایجاد کردن دارد، چی در نظم، چی در نثر، چی در دیگر نمیناتزه ها، خب اصول ادیبان کلاسیک جهان و معاصر، میتونه از اینها استفاده برد، آموزد. گرچه که در یک سال یک مرتبه اشتراک کرده اگر صاحب جای هم شود، اما برداشتی که از این اثرها میکند برای کل حیاتش دستگیر خواهد شد، هم غذای معنوی خواهد شد برای کل حیاتش. و اگر گمان میکنم بیشتر اینجا سهم آموزگاران بیشتر باید باشد. این وقتی ما در درس‌هایمون تبلیغ میکنیم، یعنی ذوق خواندن را اصلا آموزگار بیدار میکند. وقتی که اونها راهنمایی میکنیم، امکان دارد که توجهی همون خواننده مکتب باشه یا چی دانشجو باشد با آموختن بیشتر میشود و اشتراک و ذوق آنها برای اشتراک در آزمون‌های جمهوری افزونتر. از اون کسی که یک مادر، یک آموزگار بدن، یک کارگر بدن، برای شما مشکلی نمیکرد در فعالیت و اشتراک در آزمون؟ تا جای اندک مشکل بود، برای اینکه مسئولیت وزن‌تر هم کار آموزگاری، اصلا آموزگار بی‌توری باید و درس نرود، هم با مسئولیت مادری هست. بعضا احساس میکنم که در مسئولیت مادری یگان کوتاهی سر میزنه از تنگی وقت، لیکن باز کوشش میکنم که در مسئله زیاد جدی از بالای خود کار میکنم که نه خب مسئولیت خانوادگی هم در وظیفه کاری هم تاثیرگذار خلل رساند و نه مسئولیت کاری هم مانع اجرای عهده‌داری‌های خب مادری هم در خانواده گردد. کوشش میکنم که در هر دو جانب هم اعتدال را رعایت کنم. ما تشبث و غمخواری پیشوای معظم ملت، مخصوصا سرپرستی این آزمون چگونه قبول میکنه؟ این تشبث بی‌نظیر است، چون که تاریخ یاد ندارد هیچ یک سروری را که برای آن که ساکنان کشورش کتابخوان شوند، مخصوصا هر ساله با اینقدر مبلغی هم گفت سرمایه گذاری کرده باشد. این گمان میکنم تاریخ یاد نداره، این یقین است. و ببینید که ما میخونیم، عادتا برای خود میخونیم، خودم مطالعه میکنیم، خب کسب و کار خوب شود، روزگار ما بهتر میشود، اما دولت از فاند خود این را مبلغ گذاری میکند. این واقعا قابل دستگیری است و خلق تاجیک، ملت تاجیک سالهای سال از این دستگیری چون یک خب اقدام نجیب یادآوری خواهد کرد و چون قبلا هم گفتم نتیجه این را ملت تاجیک خب عصر خواهد دید، چون که این یک حرکت است که ما رو اگر در داخل ما آزمون باشه خب تا درک میکنی که چگونه اعضای آزمون با هم دیگر تبادل اندیشه میکنن، چگونه موادهای آموخته خود را با هم دیگر نقل میکنن، حتی الکی عادت کردن که اشتراکچیان آزمون که سال چندم با تکرار اشتراک میکنن ورود وقت دیگر را نشان میدهند. و من اونجا آشنا بودم که چگونه کودکان خردسال از ادبیات کلاسیک حرف میزدن که الان که نه هر کس توان فهمیدن اشعار بیدیل، حافظ، مسیح و مولانا را دارد، آنها در همین حد الکی صحبت میکردن و این الکی یک روشی است که آینده باز مشاهد میشویم، یک جریانی ذهنی بلند معرفت را میان جامعه خب جاری میکنه، به وجود میآورد. واقعا میسازد که اینجا به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امالی رحمان سپاس خود را همچون یک آموزگار پیش از همه بیان نماییم که این برای ما خب آموزگاران هم دستگیری معنوی است و هم دستگیری مالیوی که اینجای پوشیده نیست، خب که مبلغی کم هم نیست جایزه های آزمون و ما کوشش میکنیم که رسالت آموزگاری خیش را باز هم صادقانه بجاریم و نسلی را تربیت نماییم که هیچ طوفان و گردش روزگار آنها را از خودآگاهی خودشناسی دور کردن نتواند و هویت ملی اشان را برهم زده نتواند و این با رسالت آموزگاری ما هست. میگد که هیچ کس از پیش خود چیزی نشد، هیچ آهن خنجری تیز نشد. کی رو استاد خود میدونید در این رشته؟ راستی اگر گویم که در ایجاد نثر یگان نفر مخصوص برای من استادی کرده باشد
اصلا خیلی استاد نداشتم، اما می‌صدد گویم که تمام آن نویسندگان آن آثاری که از ادبیات کلاسیک معاصر از جهان که مطالعه دارم، همون نویسندگان میتونم بگم که برای من حق استادی دارن. چون که من با مطالعه آثار همانها زبانم غنی گشت، ترکیب لغوی زبان را خوب آموختم و برای من الهام ایجاد اصلا آثار مطالعه نمودن بخشیده. انسان مطالعه نکرده ایجادکار بودن نمیتواند. اما در خصوص آن که یعنی موادهایم را برای پخته تر کرده از نظر استادان میگذراندم. استادان همکسب ما بودن، مخصوصا استاد احمد سفرمد و محمد علی و محبت توصیه ها میدادند. خب نظرشون میگفتن که باز من موادهایم را مکمل تر کنم و اینها رو میتونم گویم که به من حق استادی داره. بدن نفرانی که برای غالب شدن در این آزمون پشت شما بودن، دستگیری میکردن، من یک فضایی را ایجاد میکردن که شما در این آزمون شرکت کنید. البته با فکرم بودن اینو خودم. این منبر از شما بید به آنها سپاسگزاری کنید. خب سپاس خود را پیش از همه به خب همزمان هم به ریاست دانشگاه بیان میکنم که برای ما امکانیت دادن که آمادگی خوب بینیم، مخصوصا ریاست فاکولته فیلولوژی تاجیک که ما رو موقتا با درس مسابقه انداختن که روند آمادگیمون خوبتر باشد و همزمان به خب ریاست اداره روزنامه ختلان که به چاپ و تدوین موادها مساعدت نمودن. سپاس خود را بیان می‌نمایم که همه چی خب میگن که پیروز از اتفاق خیزد. در این اتفاق اینها ما را دستگیری و کمک نمود. نیت داری که در آینده یگان شاگردی خود در این سمت برای آزمون فروغ مخصوصا آماده میکنید؟ بله، حالا ما که از آغاز سال تحصیل به نقشه گرفته بودیم. 2 نفر دانشجویی که مخصوصا همین ذوق ایجاد به نثر دارن. خب چون که ایجاد نثر یک برای دانشجو اندک دشواری دارد. خب چون که پیش از همانها باید زبانی پخته داشته باشند. به همین خاطر الکی آمادگی دیده ایستادیم که نیت داریم در دوره اولی آزمون فروغ صدور کتاب است در سال 2025 آنها را الکی همچون داوطلب برای اشتراک در آزمون پیشنهاد نمود. دوستان عزیز، طولی چند لحظه ای که این لحظه وقتی قیمتی شما را گرفتیم با شما بودیم در برنامه در مهمانی روزنامه ختلان با غالب دور جمهوری آزمون جمهوری فروغ صدور کتاب است. معلمه عزیز و مهربان، همکسب ما، کارمند اداره روزنامه ختلان و همزمان آموزگار دانشگاه دعوت باختر با نام ناصر خسرو ریحانه رحمت. و اگر توانسته باشیم از صحبت ایشان، از گفته های شما ایشان برای شما یک نوگانه، یک علم، یک خوبی اگر تقدیم کرده باشیم، پس ما اهل ایجاد از این سرفرازیم. خیر میگویم با شما تا برنامه‌های دیگری در مهمانی روزنامه ختلان، ولی شما صحیفه های اجتماعی روزنامه ختلان رو ترک نکنید، چون هیئت ایجادی همیشه همه وقت بهر شما بیننده گرامی بهترین، جالبترین و از همه خوبترین موادها را آماده کرده پیشکش میکند. شما میتوانید که بخوانید، بشنوید و ببینید. با ختلان بودن را فراموش نسازید.